جوکار هم حرکت کرده. خود سمیر جوکار در اون محوطه جریمه میتونه بره دروازه بفرسته. کوتاه زمین موقعیت برای فرجی‌ها و داور اعتقاد به پنالتی نداره. یک بار دیگه فرجی‌ها، سیامک کوهنورد شوت زن هست. سیامک از همونجا ضربهشو میزنه و توی دروازه گل برای فرج شهید سپاسی. فرج 1 ملوان 0. سیامک کوهنورد که توپ رو خودش گرفت از همون فاصله 25 متری حدوداً ضربه محکمش گوشه دروازه ایمان صادقی رو به لرزه در آورد. باز هم فرجی‌ها میتونن گل بزنن. محمود یاوری گفته که برای زدن 4 گل به میدون میریم. سمیر بکریش در اون محوطه، باز هم داور اعتقادی به پنالتی نداره. مهرداد کریمیان، جوکار، خود جوکار به توپ میاد. جوکار هم شوتای خوبی میزنه، او هم میزنه، اما توپ خطرناک از کنار دروازه به بیرون میره. پاسکاری بیشتری این دو در سمت راست میتونه موقعیت سازی بیشتری سمت راست برای فرجی‌ها بکنه. جوکار میتونه باز هم از اون سانتای دیدنی خودش انجام بده به روی دروازه. باز هم سیامک کوهنورد. سمیر بکریش پشت محوطه جریمه میتونه موقعیت سازی بشه در اون محوطه. آرمان رمضانی. این موقعیت‌ها رو فرجی‌ها نباید به راحتی از دست بدن. باز هم نزهتی به روی دروازه با پای راست. موقعیت برای فرجی‌ها. موقعیت. سمیر بکریش به توپ نمیرسه. 2 دقیقه وقتای تلف شده برای نیمه اول اعلام میکنه. به روی دروازه مهدی دقایق میفرسته از همون زاویه نزدیک و دروازه فرج باز بشه به همین راحتی. سیامک همونجا دیگه استیل زدن ضربه رو گرفته، یعنی که خودم میخوام بزنم همه برن کنار واسن. دیوار دفاعی رو میبینید که بسته شده. سیامک آماده هست. سمیر بکریچ هم ضرباتش خوب هست. ببینیم چه خواهد کرد. سمیر خواهد زد، او میزنه. موقعیت برای فرجی‌ها. حرکت آرمان رمضانی و نزهتی رو خوب میبینه سمیر بکریچ در اون محوطه جریمه. خود نزهتی میتونه ضربش رو بزنه. نزهتی تعطیلات هم فرجی‌ها نتایج رو بد کسب نکردند. پشت محوطه جریمه نزهتی گوشه محوطه به روی دروازه. موقعیت برای سمیر بکریچ. سمیر باید گل بزنه، میزنه و توی دروازه. گل دوم فرج توسط سمیر بکریچ. فرج شهید سپاسی 2 ملوان 0. تا به اینجای کار 2-0 پیش هستند. با سرعت حرکت میکنه مدافعین تیم فجر، باید حواسش رو جمع کنن. خزایی یک لحظه اشتباه میکنه. دروازه خالی فجر و توپی که در کمال ناباوری از کنار دروازه عبور کرد و اون سمت رسید به دیگر بازیکن ملوان. باز هم در اون محوطه جمعی قدی به نظر میرسه فرجی‌ها بازی رو رها کردند. تماشاچی بعد تا ثانیه‌های پایین در باشگاه حضور داشته باشن. ضربه ملوانی‌ها موقعیت و توی دروازه. خدمتتون عرض کردم این دروازه باز شدنی هست. فرجی‌ها قدری بازی رو رها کرده بودند. گل برای ملوان بندر انزلی دقیقه 80. زننده گل امیرحسین فشنگچی فکر میکنم بود. دروازه‌ای که باز میشه